اسم من هادیه. تو روستای ابنو به دنیا اومدم، یه روستای دور افتاده تو شهرستان سپیدان شیراز. اسم من هادیه. شغلم هم گچکاریه، البته قبلا بود. من هادیم، کمتر حرف میزنم، کمتر میشنوم، ولی خیلی زیاد تلاش میکنم. اسم من هادیه. بعد از اینکه بوکس و کشتی رو امتحان کردم تصمیم گرفتم وارد بدنسازی بشم. اسم من هادیه. وقتی وارد بدنسازی میشم به خاطر ضعیف بودنم کسی جدیم نمیگیره. 5 سال بدون مربی ورزش میکنم. اسم من هادیه. بزرگ شدم، قهرمان شدم، حالا میرم مسابقات قهرمانی جهان، حقمو میخورن، ولی خب من هادیم. شعار نمیدم، کمتر میشنم، اما خب گفتم خیلی تلاش میکنم. اسم من هادیه. سال 2019 مستر المپیا برنز بردم، سال 2020 مستر المپیا 4م شدم، سال 2021 سوم شدم و 2022 قهرمان جهان شدم. اسم من هادیه. با هزینه شخصیم ویزا میگیرم، میرم آمریکا، تو مستر المپیا برنده میشم، وقتی برمیگردم کسی نمیاد استقبالم، فرداشم میرم سر کار. اسم من هادیه چوپانه. شعار نمیدم. یه کاری کردم توی آمریکا، همون آمریکای جنایتکار، همه به خودم و پرچمم احترام بذارن. یه کاری کردم عکس یه ایرانی تو کل باشگاه‌های بدنسازی جهان بره. اسم من هادیه. قهرمان جهانم. تو ایران زندگی میکنم ولی مردم یادشون رفته. خیلی حمایتم نمیکنند، ولی هیچ وقت حاضر نشدم کشورمو ترک کنم. من ثابت کردم از زیر صفرم میشه ستاره شد. من سهم شادی دل مردمم رو دادم. یادت باشه تو هم به این مردم بدهکاری. اسم من هادیه. بهم میگن گرگ پارسی. اسم تو چیه؟ قراره به تو چی بگن؟